سلام دوستان، من علایالدین هستم و اینجا کانال تاپ 10 علایالدینه. امروز قراره با هم بریم سراغ 5 تا از بهترین صحنه‌های شکار حیوانات توسط شیر که مطمئنم تا آخرش دهنتون باز میمونه. اگه تا الان کانال ما را سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب کن و زنگوله را فعال کن، چون قراره ویدیوهای بعدی شما را شگفت زده کنن. شماره 1. شکار فیل. همه شیر رو سلطان جنگل میدونن، اما امروز سلطان یه فکر وسوسه انگیزی کرده. فکر کرده بره دنبال شکار فیل. آره درست شنیدید، شکار فیل. این غول خاکستری که نه فقط بزرگه بلکه اگه عصبانی بشه میتونه با یه ضربه شیر را تا کیلومترها پرتاب کنه. ولی انگار شیر امروز از اون روزاست که میخواد ثابت کنه اندازه مهم نیست. حالا ببینیم این مأموریت غیر ممکن قراره به نهار شیر ختم بشه یا به یه داستان خنده‌دار برای کل جنگل. تا آخر همراه ما باش، چون نتیجهش شگفت انگیزه. شماره 2. شکار گاومیش. در قلب دشت‌های آفریقا شیرها چشم به یک گاومیش بزرگ دوختن. این همون نهار بزرگیه که شیرها به دنبال شکار اون بودن. حالا سوال اینه آیا سلطان جنگل موفق میشه یا قرار خود شام گرگ بشه؟ تا آخر این شکار نفسگیر همراه ما باش.
3. شکار گورخر. در دشت‌های بی‌پایان آفریقا یک گورخر بی‌خبر در حال چراست. شیر امروز میخواد خطهای سیاه و سفید را به منوی نهار خودش اضافه کنه. لحظه ای بعد سکوت و سپس انفجار سرعت. شیر با تمام قدرت میدوه و گورخر با همه وجود فرار میکنه. این دوئل سرعت و شجاعت فقط یک برنده خواهد داشت. تا آخر این تعقیب نفسگیر همراه ما باش. شماره 4. شکار زرافه. شیرها امروز چشمشون را به بلندترین موجود روی زمین برای شکار دوختن. زرافه آرام اما باهوش قدم برمی‌داره، اما سلطان جنگل نقشه خودش را داره. این تعقیب ترکیبی از سرعت، قدرت و یک چالش سخت برای سلطان. تا آخر این ماجرا همراه ما باش.
شماره 5. شکار گوزن یالدار. صبح آرام دشت‌های آفریقا، اما این سکوت قرار خیلی زود بشکنه. شیر امروز با نهارش یه دوی سرعت داره. با یک جهش شیر بازی را شروع میکنه و گوزن با تمام توان فرار میکنه. این رقابت ترکیبی از سرعت، استقامت و غریزه بقا. تا آخر این تعقیب هیجان انگیز همراه ما باش، چون فقط یه برنده وجود خواهد داشت. اگر از این ویدیو خوشتون اومده روی دکمه سابسکرایب بزنید و زنگوله را فعال کنید تا ویدیوی بعدی رو از دست ندید. تا برنامه بعد، خداحافظ.